Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon wisst, mein Name ist Manu Cherry. Ich komme aus Tadschikistan und ich bin auch in Tadschikistan geboren. سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به ویدیوی نو. چنانکه که شما میدانید نام من مانوچهر است و من از تاجیکستان هستم و در تاجیکستان تولد شدم. خب امروز شروع میکنیم درس زبان آلمانی را، درس 5. بسیاری ها انتظار بدین. خب ماشاءالله هستین. امروز شروع میکنیم از پرسونال پرونومن. ich من بعضی ها نوشتن که ich بگو در هر جای آلمان یعنی که هر خیلی میگن ich میگن ich میگن یعنی که هر خیلی بگو طوریه. دو یعنی شما یک نفر با زبانی بگیم که لهجوی تو. er sie es او یک مرد، sie او یک زن، es او یک کودک، wir ما، ihr شما. این را بسیاری معلم ها نمیخواهند که استفاده ببرند چون دربارش صحبت کردن مشکل است، اما من برای شما میفهمانم که این در بعضی جاها مثلا میاد شما، اما در بعضی جاها برای زنها استفاده می شود. انشالله که در درس‌های دیگر یعنی که وقتی که ما شما پیشرفت کردیم و کمی فهمیدیم زبان آلمانی را اینا را میگذاریم، اما اینا را دانستن تا خوب است. زی با حرف میده نوشتگی می شود آنها و زی با حرف کلان نوشتگی از اولش می شود شما. خوب گفتن می شود sagen و ما حاضر را صرف میکنیم یعنی که کنیوگیرن میکنیم. ich sage من میگویم، du sagst تو میگویی، شما میگویید یک آدم، یعنی که بگیم که دهگیش بگیریم تو میگن نه، یعنی که اما با er sie es sagt او یک مرد گفت، او یک زن گفت، es او را یک کودک گفت. wir sagen ما میگوییم، ihr sagt شما میگویید، sie sagen آنها میگویند، sie sagen شما میگویید. خوب این زمانی حاضرش بود. زمان گذشته ich این را استفاده نمیبریم، این را میمونیم. ich habe gesagt du hast gesagt sie es hat gesagt wir haben gesagt ihr habt gesagt sie haben gesagt sie haben gesagt. خوب باید بگیم که آسان‌تر کنم برای شما. ich sage من میگویم، ich habe gesagt من گفتم، کی در زمانی گذشته. sie sagen شما میگویید، sie haben gesagt شما گفتید. خوب یک مثال هم در بارم میارم که چون که برای شما فهمار شود. hat etwas über mich gesagt او یگان چیز درباره من گفت؟ سوال میاد. findet mich nicht اون من را خوب حساب میکند؟ آیا من خوب هستم برای او؟ آیا من مقبول هستم برای اون نفر؟ یعنی درباره من گپای خوب میزند، یعنی که من آدم مقبول هستم برای او. خوب این چیزا را شما دیدین؟ بله
بعضی وقتا درس‌ها کمن چون من فکر میکنم که تا 10-20 باید با هم درس‌های کم بریم چون مردم حرکت بکنن و بعدش انشاءالله درس‌های کلام سر میکنیم. خب یک چیزی دیگه یک برای تحریک یافتنش ما میخوانم. خب یک آدم میگه Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. میگه خوشبختی زندگی تو وابسته از آن است که چی طبیعت فکری تو دارد. یعنی چی فکری تو میکنی؟ تو فکر میکنی که من کارهای خوب میکنم و من همیشه پیشرفت میکنم، یا که تو فکر میکنی که من هیچی نمیشم، تمام همین مردم تمام دیگه هیچی از استم نمیاد، نه درس خوندم میتونم یک امور کردم میتونم، فقط امر از دربار چی باید کار کنم. نه، وقتی که تو فکر اختیار کردی و در فکر همیشه باشه که نه من پیشرفت میکنم، وقتی فکریت یعنی که در همین باره همیشه مشغول باشد انشاءالله که پیشرفت میکنی. آدمایی که آبونه نیستین در کانال من آبونه بشین و با خاطر همین زحمت های من ویدیوها را به همدیگر رای کنین. و یک سوال دیگه برادرای عزیز درباره خواندن دادن که چطور خواندن یاد بگیریم. خوب الفبای الفبا را خوب بدونین. دیگرش این که همیشه حرفها را تلفظشون را یاد بگیرین و خواندنتون خوب میشه. یک بار دیگه همین را میخونم تا اینکه تکرارم برای شما باشه. Ich sage, du sagst, sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen, sie sagen. Ich habe gesagt, du hast gesagt, sie es hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, sie haben gesagt, sie haben gesagt. Ich sage, ich habe gesagt, sie sagen, sie haben gesagt. Hat etwas über mich gesagt? Findet mich nett? Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. خدا حافظتون باشه دوستان عزیز. در امان خدا باشید. همیشه خوشحال باشید از آن که شما هستید و کوشش کنید برای پیشرفت.